و شکوه گلستان گویای موسیقی خلق تاجیک را به ایجادیات سراینده صاحب کسب و محبوب زندیات سبحان سعید تصور کردن بیرون از امکان است. و با نخستین قدم های به عالم صنعت گذاشتن در دل و دیده دوستداران صوت و نوا معوا گرفت. هنگامی که نخستین سرودش توسط تلویزیون و رادیو پخش گردید، نام او شهره آفاق شد. استعداد خداداد داشت، از این رو در عالم صنعت زود موقع خود را معین نمود. سبحان سعید سراینده بود که سبکش از درد منشأ می گرفت، اما این درد سازنده بود و آرزوی داشتن چنین درد را هر یک صنعتکار اصیل در دل می پرورد. درد او درد عشق و محبت بود. درد او درد حقیقت خواهی و حقیقت جویی بود. خونیاگر قلبی حساس و درد آشنایی داشت. به ضربه و نابسامانی های روزگار با سرود و آهنگ جواب میداد. او خوب میدانست که پس از درگذشتش مخلصان تا اندازه از اسرار دل او آگاه میشوند. بله خوب میدانست که مردم به صداقت و محبت نسبت به وطن مادر داشتهش حتما باور میکنند. وعده خلافی در عالم ایجاد خاص او نبود. به خاطر منفیت شخصی کسی را وصف نمی کرد. در زندگی یک روی و یک دل بود. درخت سیرشاخ و بری استعدادش ریشه در زمین سبزی خویشتن شناسی و خودآگاهی داشت. هنگام جوانی با شور و شوق در هوای آهنگ مرغوب بیتی را سراییده بود. اگر با اره بورند هر دو پایم، به زانو گر نآیم بی وفایم. در آخرین برنامه کنسرتی خود با همین حال بر روی صحنه آمد. لحظه بر روی صحنه آمدنش خیلی حزن‌انگیز بود. مخلصان اشک می ریختند. گویا هنرمند مراسمی وداع داشت. آن لحظه ها فرشته مرگ آخرین روزهای عمر سراینده را حساب می کرد. هنگام برگزاری بزم کنسرتی که تلاش زندگی نام داشت، جسم و جان سبحان سعید در کوره درد می سوخت. اما چون همیشه او درد را نادیده می گرفت. سرود و ترانه های دلانگیزش صدا دادند. احساس فرح و سرور در عالم ذهن و دل مخلصان موج می زد. باید به تأسیس دهندگان بزم کنسرتی و نوازندگان اظهار سپاس نمود، زیرا این برنامه کنسرتی دومین ثبت مکمل و کسبی سراینده در طول فعالیتش به حساب می رود. متاسفانه با سبب‌های نامعلوم از ثبت کنسرت نخستین سراینده چیزی باقی نمانده است. اگر تشکیل کنندگان بزم کنسرتی تلاش زندگی چنین تشبث فرهنگ پرورانه و اقدام خیرخواهانه را راه اندازی نمی کردند، باعث افسوس و پشیمانی می شد، چون که به خزینه موسیقی ما یک گنجینه پربها وارد نمی گردید. در آن برنامه کنسرتی سبحان سعید بار دیگر با سحر استعداد ملکوتی اهل تالار یعنی مخلصانش را مفتون نمود و محض در همین برنامه کنسرتی آگاه کرد که عالم ایجاد سبحان سعید عالم اعجاز و زیبایی است و از زمره هنرمندان صاحب مکتب بود که توانست همچون سراینده ممتاز بر رشد صنعت موسیقی و آوازخوانی خلق تاجیک سهم خود را گذارد. دریای استعدادش بستان موسیقی را شاداب تر نمود. در تمام گوشه و کنار کشور از سرود و ترانه هایش مردم با محبت استقبال می نمودند و امروز هم سرود و آهنگ های او را دوستداران صوت و نوا با گوش دل و جان می شنوند. پس از نیمه دوم سالهای 80 عصر گذشته، بزم و محفل های مردم بی صدا دادن سرود یا آهنگ سبحان سعید نمی گذشت.
امروز آهنگ‌های او طنین انداز هستند و استقبال آفریده‌های خونیاگری بی‌مثل در آینده هم ادامه خواهد یافت، زیرا سرشت استعداد او را آب و گل عشق تشکیل می‌دهد. من در صنف 7 یا 8 تحصیل داشتم. سپان با همراهی مرادبک نصرالدین، هنرمند دیگری صاحب نامی ما، در یک معرکه خرسندی حافظی داشت و از همان زمان محبت من به صدای وی و انتخابی وی سرچشمه گرفت. پیش از به دوشنبه آمدن بعد صنف 11 من یک نامه نوشتم به عنوان سپان سعید. باور نداشتم که اون به دست سپان میرسد و بعد چند مدت من از سپان سعید نامه جوابی گرفتم و سپان سعید در آن گفته بود که اکنون که تو در صنف 8 میخوانی، وقتی که صنف 11 رو تمام کرده برای تحصیل آمدی به دوشنبه، ما حتما شناس میشیم. من آمدم به دوشنبه و سال 1991 یک بزم سپان سعید بود در تالار تابستانه فیلارمونی دولتی تاجیکستان که در جای بینوی تلویزیون سفینه واقع بود و از اونجا یک گزارش نوشتم با نام بزم در زیر باران در هفته‌نامه پیام دوشنبه نشر شد. بعد این سپان سعید مرا پیدا کرد و ما واخوردیم و با همین پیگیری از هنر و استعداد سپان سعید آغاز شد. در این بین من در شعبه موسیقی رادیوی تاجیکستان به کار گذاشتم و در مورد هنر، در مورد سپان دیگر بیشتر می‌دانستم. سپان سعید از زمره هنرمندان است که 4 اکناف تاجیکستان صدای سپان را قبول داشتند. یعنی که سحر این صدا به خوندن قلب مردم جا گرفت و سپان سعید یک لحن پیدا کرد در هنر که لحن تاجیکانه بود. باری اول این صدا رو توسط رادیو گوش کردم، دوره نورسی هم بود، دوره مکتب خوانی هم. هرچند باری اول میشنیدم اما فکر میکردم که من سالهای سال این صدا رو شنیدم و یک صدای بود، یک لحنی بود که زود آدم رو سوی خود، شنونده رو سوی خود میکشید و من در جستجوی همین صدا بودم و باری اول در یک تویخانه هم دیده به دیدار با سپان سعید خوشبختانه رسید و دیگر دامن هنری سپان سعید رو به اون خاطر گرفتم که واقعا من بین مردم میگشتم، میدیدم که مردم همه به این هنر مات و محبوب شدن و چون بیرون از مضافات از اون زادگاه هم بیرون اومدم و به پایتخت اومدم، اینجا هم میدیدم که صدای سپان بالا گرفته است و دعوت میشدم به توی معرکه‌های خب به کلوب، خب به درواز، به هر جای تاجیکستان سپان رو میشناختم. من علاقه اونجا میدیدم که پیش از من دیگر یا هنرمندانی که تغنی سرایی میکردن اونها ترانه‌های سپان رو میدونستن و پیش از ما میسراییدن علاقه. خب بعدا طول چند سال همراه هم در خرسندی های مردم یک جا بودیم. اونجا هم هر نفری که هر هنرمندی که از همون ناحیه ها، شهر و ولایت ها روی صحنه می اومد از ترانه های سپان سعید آغاز میکرد. ما در حیرت بودیم که این صدا ببین در هر کجا، حتی با جمهوری همسایه بیشتر به بزم ها می رفتیم خرسندی ها، اونجا هم ترانه های سپان رو می سراییدن. از سالهای 90 با استاد سپان سعید کار و فعالیت نمودگیم. یک مکتب خاصی به خود داشتن، برو میسراییدن، کلمه ها همش فهمه، حرف به حرف فهمه بود. کدام سرودی که استاد سپان سعید ایجاد میکردن و حتما به دل مردم مینشست و وقتایی که به استودیوی ثبت آواز میرفتن و وقتایی این کامپیوتر و نبود و استفاده هم نمیبردن در آخر هم میدرموندن، یک بار ثبت میکردن، میگفتن من دیگه نمیسرایم، بهترینش همین یک بار ثبت میکردن و میبردن، یک 10 دقیقه چوی مینوشیدن با دویم سروده ثبت میکردن. این درک میتید از آن که استاد هنرمندی خداداد و ناتکرار بودن. رسالت سراینده با اعجاز هنر برای شنوندگان بازنمودنی در عالم زیبایی می باشد.
خوشبختانه سبحان سعید از فضیلت این رسالت آگاه بود. از این رو هر یک سرود او از عالم عشق پیغام می آورد. کتاب روزگار خونیاگر را ورق می زنیم. سبحان سعید 15 سپتامبر سال 1960 در دهه کشکک مزار شهر حصار چشم به عالم گشاده است. والدین سبحان سعید به صنعت موسیقی و آوازخوانی محبت خاصه داشتند. مادرش در بزم و محفل هایی که خاص بانوان بود ترانه ترنم می کرد. قبلگاهش ربیح سعیدوف در نواختن سازهای تاری مهارت والا داشت و گاه گاهی با سراییدن سرود زنگ دلش را تازه می نمود. از این رو با تأثیر محیط زیست در آوان خردسالی شعله محبت صنعت موسیقی و آوازخوانی کاشانه دل و راه آرزوی سبحان را منور نمود. وقتی درباره سبحان سعید یک آوازخوان صاحب مکتب، یک آوازخوانی که سبک اسلوب خاص خود را داشت صحبت کردم، من به اختیار دهه بسیار زیبا و بلندکوه و سرسبز کشکک مزار پیش نظرم می آید. این دهه باغ‌های بسیار پرمیوه و سیب‌های بسیار لذیذ و میوه‌های شکرین و مردم بسیار مهنت قرین دارد. پدر سبحان سعید امک ربیح بسیار یک مرد تهمتنی بالا بلند و هم من خردسال بودم میدیدم که در معرکه ها در دستشان طبقچه امک ربیح سرود میخواندند. برادران سبحان، برادران کلانی سبحان همه بگیم که اهل هنر بودند، سرود میخواندند. و دهه کشک مزار یک دهه مهمان نواز، یک دهه دسترخواندار به اصطلاح، و در همین محیط سبحان سعید به دنیا آمد، به کمال رسید و سبک و اسلوب خاصی وی هم البته یک سرچشمه دارد از هنر و استعداد پدر، برادران و همان سبکی که هنرمندان حصاری مثل مولا جلال بعدا این اسلوب را شادروان حسین نصرالدینوف در خود ادامه دادند. یعنی از این جاها سرچشمه خود را دارد. باید بگویم که قبلگاه سبحان سعید با گوی ربیح هم سرایندگی میکردند و بارها میگفتند که از یک دهاتی که کشکک مزار نام دارد زادگاه استاد سبحان سعید، از اونجا میخوندن چند دهه گرد و اطراف صدای پدری سبحان سعید را شنیدن، میشنیدن، اونقدر صدایشان بالا گرفته بوده است. و میگفتند که من از این خاندان و مادرم هم کمی هم خواننده همین ترانه های مردمی بودن میگفتند و من هم پدر و خوشبختانه هم مادری استاد سبحان سعید رو زیارت کردم و در خاندان آنها بودم، نان و نمکشان رو زیاد خوردم، میدونم، میشناسم. و بعدا من فکر میکنم که هنر ارثی است در سبحان سعید از خاندانی که از هنر باخبر بودن، اما بارها بین ما میگفت و حتی در رسانه ها هم گفته است که استادی اولین من استاد تاج‌الدین محیدین است. سبحان سعید پس از ختم مکتب زادگاهش محصل سابق آموزشگاه جمهوریوی مدنی روشننمایی ناحیه لنین، امروزه کالج فرهنگ ناحیه رودکی گردید و سال 1978 این درگاه هنر را با موفقیت ختم کرد. هنگام تحصیل در آموزشگاه درجه کسبیت هنرش را خیلی بلند برداشت. پس از تحصیل قرض فرزندی خود را در نزد وطن مادر ادا نمود. سال 1981 در شعبه فرهنگ ناحیه حصار به حیث سراینده به کار آغاز نمود. برای وسعت هنر سرایندگی سبحان سعید استاد صنعت حسین نصرالدین سهم شایسته گذاشته است. ما مکتب موسیقی و میخوندیم، مکتب موسیقی رسپوبلیکای زیادلو شهیدی. بعد از تعطیل زمستانه
дар утоқе ки мо ҳамин талабаҳо телевизор вақти истироҳат ба тамошо мекардем ҳамон барномаи такрор нишон доданд. Ман рӯзи соли нав тамошо накардам. баъд як суруд бо унвони ҳабиби ман буд. ба фикрам ҳамин сабти телевизионӣ ҳамин якум сабти телевизиониш ҳамин буд. аз ҳамон ҷо ҳамин сурудро гӯш кардам. ман ба ҳамин инсони бузург меҳр бастам, ба санъаташон, ба лаҳни сароидани суруд. ҳамон вақт орзу кардам ки кош мо ҳам калонтар мештем, теҳсар мактабу донишгоҳ буд мекардем, бо хеле устодо ҳамкорӣ мекардем, ҳамчу навозанда, ҳамчу ромишгар. ин тарона ҳабиби ман ном дошт. бар матни наимҷон назирӣ буд. дар давраи мо ошиқи дилхун намондааст, нокомиҳои лайливу маҷнун намондааст. гуфтанд шоирон ҳама гапро ба васфи ёр, як ҳарфи хубу тозаву мавзун намондааст, намондааст. хушбахт шоирам ки ту ҳастӣ насиби ман, доим шарики умри манию ҳабиби ман, ҳабиби ман, ҳабиби ман. баъд аз чанд рӯзе ки ин тарона сароида шуд тавассути телевизион ва баъдан тавассути радио, аллакай дар ҳама хурсандиҳои ҳар куҷо дар чорабиниҳо аллакай ин таронаро мардум месароид, ҳунармандон мехонданд. чашмони шӯхи ту ҳама конес бар савол, бар савол, бар савол. хушбахт шоирам ки ту ҳастӣ насиби ман, доим шарики умри манию ҳабиби ман, ҳабиби ман, ҳабиби ман. از سال 1984 تا سال 1986 سبحان سعید با گروه آوازه‌دار سغدیان که با تشبث سراینده بی‌نظیر کرامت الله قربان تأسیس داده شده بود همکاری را به راه ماند. در مرحله همکاری در ایجادیات سبحان سعید تغییرات چشمرسی به وقوع پیوست و در این دوره خونیاگر هزاران هزار مخلصان و هواداران خود را پیدا نمود. سال 1986 سبحان سعید با دعوت استاد صنعت ظفر ناظم فعالیت خود را در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان ادامه داد. هنگام فعالیت در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان مهارت او بیش از پیش تقویت یافت. اگر در گذشته به عنوان یک هوسکار برآمد می‌کرد، اکنون اون هنرمندی گردیده بود که از هر جهت مسلح بود. از استاد ظفر ناظم بر ضمن نازکی‌های پیشه سرایندگی و نوازندگی اینچنین درس فتوت و جوانمردی را آموخت. بهترین ترانه‌های سبحان سعید که در همین مرحله ایجاد شدند بیانگر درجه و جایگاه هنر و استعداد طبیعی او می باشند. سبحان برای مردم عامی میخوند، مردم عادی میخوند و عزیز دلی اونها بود و محبوبیتش حالا هم زیاد است میان اونها و باور دارم که با گذشت سالها هم صدای او، آواز او، مکتب هنری او برهم نمیخورد. فرهنگ موسیقی تاجیک دارای سیمای برجسته می باشد که برای رشد فرهنگی موسیقی ملی تاجیک خیلی سرمایه‌گذاری نمودند و در این جهت می توان از یک زمره هنرمندان اصیلی صنعت استراد تاجیک که سالهای 80 سالهای 90 خیلی معروفیت داشتند در برابر اون انسامبل‌های آوازه‌داری استرادی گلشن، انیس، سیاوش، پریم و دیگر چون شخصیت‌های با مانندی میگیم که هم کرامت‌الله قربان، دلیل نظرف جایگاه خاصی نیست سبحان سعید داشت. و خودش که دست پرور مکتب استاد ظفر ناظم بود، از موسیقی سنتی خیلی برخوردار بود، از صنعت اصلی ششمقام برخوردار بود و بعدا رو آورد به صنعت استرادا. سبحان با یک سبک و اسلوب خویش توانست که یک مکتب هنری خود را تأسیس داد که در اطراف این مکتب میگیم که مال زیبا پرستی و یک زمره شاگردان خیلی امروز که مقام خاصه دارن در
مخصوص جان صنعت استراده را تربیت کرد. سپاهان از زمره اون هنرمندانی است که زیر رهبری ظفر ناظیموف کلخوز به کلخوز، سوخوز به سوخوز تمام گوشه کنار تاجیکستان را تایید زده است. برای مردم رایگان برنامه موسیقی آماده کرده است. اون زمانا چون با سبک ترانه‌های خلقی میخواند، آوازی شیرین داشت، یک آوازی خاص به خودش بود که این گونه آواز حتی در یگان نه فرزندان نه شاگردانی وی هستند، البته پیروی میکنند، اما آواز سپاهانی است. یکی از پایه‌های بسیار مهم در ایجادات سپاهان این است که وی از سرودهای مردمی، یعنی از فولکلور ملتمان زیاد استفاده می‌برد و خود آهنگ می‌ساخت. و آهنگ‌هایش خیلی جذاب، خیلی گوش نواز صدا می‌دادند و بسیار یک صدای شیرین و لرزه‌های بسیار بگم که دلنواز و روح‌نوازی در صدای او به گوش می رسید که همین یعنی جذابیت سرودهای سپاهان را همین صدا و همین لرزش های صدا، ناله های بسیار شیرین مرتب می کردن. وقتی در انسامبل گنجینه همراه استاد ظفر ناظم کار میکرد، واقعا بهترین یک گنجینه بود سپاهان. و من بارها مشاهده کرده بودم، بارها در برنامه های گنجینه برنده هم بودم و می دیدم که چقدر استاد ظفر ناظم به سپاهان یک احترام و یک محبت خاصه داشتن، مثل فرزندشان دوست می داشتن. سبحان سعید از زمره سرایندگانی است که با روزنه تقلید به عالم موسیقی نوآمده است. در رپرتوار سراینده چند ترانه خونیاگرانی گذشته هستند، اما او این ترانه ها را هم با اصول خاص خود ترنم نموده است. مورد به ذکر است که سراینده در جاده صنعت موسیقی و آوازخوانی به راه رفت که قبلا این راه را خونیاگری ممتاز تاج‌الدین محی‌الدین باز نموده بود که بعدتر مقدس نبی و بهادر نعمتوف کرامت الله قربان و چندی دیگر نیز همین جاده را طی کردند. مراد از گفته های بالا این است که خونیاگران ذکر شده به ژانر استراد روح تاجیکانه بخشیدند. سبحان سعید هم سرودهای استرادی خود را تنها در اساس آهنگهای فولکلوری و ملی ایجاد نمود. در ایجادات این خونیاگر خوش‌ذوق وحدت ژانرهای موسیقی را خیلی روشن و برملا مشاهده نمودن امکان پذیر است. یک لحنی رو انتخاب کرد، یک مکتبی رو سازمان داد و این مکتب ماندگار است و ببین امروز نیست در این مکتب جوانان زیاد می آیند و به کمال می رسند. سالهای زیاد به حیث نوازنده در همگی فیلارمونی دالتوریستان و در ارکستر استرادی گلشن ما یک جای فعالیت داشتیم و زمره شاگردانشون هم طور نامبر کردن، فرقت سیدزاده، جمشید نظام، اسرائیل سید و سعدی نجمی‌الدین و غیره توانست تربیت داد که امروز هر یک آنها خود صاحب مکتب گردیدند. یک شاگرد دیگر داشت سپاهان سعید با نام ارکین اودینایف که واقعا او هم دلداده آواز سپاهان بود و حتی یکی از فرزندانش سپاهان نام دارند. سپاهان سعید و هم دوستی نزدیک او اولین بابایف در بزم فرزندان ارکین گلی سرسبد بودند. نقطه مهم و شایسته تذکر این است که سبحان سعید نه تنها سبک و اسلوب خود را داشت، بلکه توانست از خود یک مکتب بزرگ و ماندگار را به یادگار گذارد. سال 1993 با دعوت رهبریت کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سبحان سعید به حیث رهبر ارکستر استرادی گلشن به فعالیت پرداخت. در دوره راهبری او نابسته به وضعیت سیاسی هنرمندان ارکستر استرادی گلشن رسالت خود را اجرا نمودند.
افتخاری ما دوشنبه bayrak sulh و amani sar barad jilvagar boshan hamisha bar sarat abdu khuram bosh dar boghi jahon fayzu nemat kam nagardad az barad iftikhari ma dushanbe 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 سبحان سعید نسبت به خود و هنرمندان ارکستر بی‌پروا نبود و همیشه می‌کوشید تا در عرصه ایجاد به موفقیت نائل شود. در انتخاب متن به سهلنگاری راه نمی‌داد. متن‌های روان و خوشاهنگ را انتخاب می‌کرد. نوابسته به جوانی در آن دوره کلبار ایجادیاتش خیلی غنی گردید. او سرود را تاجیکانه می‌سرود، ترانه را تاجیکانه ترنم می‌کرد. آهنگهایش تاجیکانه بودند. در صحبتهایش از ملت خود با افتخار یاد می‌کرد. به تاریخ میهن و زبان ناب تاجیکی ارج می‌گذاشت. توانست که به غرض از آهنگ‌های خودش، به غرض از سرودهای خودش، به غرض از ایجادات خودش، او با یک مدتی که در ارکستر استرادی گلشن یعنی کار و فعالیت نمودند، از چندین آهنگسازهای تاجیکستان اون دوره یعنی که همکاری کردند، سرودخوانی کردند و با ارانژیروفشیک‌های با قوت یعنی تنظیمگرای با قوت همکاری کردند و یک چند سرودهای نوی خود را ثبت نمودند. اگر با مرحله‌ها جدا کنیم فعالیت ایجادی سپاهان مخصوصا آخر سال‌های 80 و اول سال‌های 90 یک جبه که درجه اوج بلند فعالیت ایجادی بود. سرودهای حبیبی من، یارک شغنانی، قراتاق، سیاد، وطن، تاجیکستان، لاله‌ها، گل شب، خیلی سرودهای زیادی بودند که تیز محبت خاصه در بین که جامعه کسب می‌نمودند و او بسیارتر هم از کلاسیکان می‌سرود، هم از شاعرای معاصر دختران که بسیارتر از استاد لویق، از حافظ، از سعدی، از سید جان حکیمی زاده، شاه مظفر یادگاری و غیره شاعرها انتخاب خیلی متن‌های خیلی جالب انتخاب می‌کرد و بسیار وقت هم با فرقت در مسئله ثبت یا که ایجاد یا که سرایدن سرودهای کلاسیکی ششم خواسته ششم قوم از فرقت مسئله می‌پرسید. یک شخص خیلی خاکسار بود و البته دوره دیگر فعالیت او تعلق دارد به دوره راهبری او در ارکستر استرادی گلشن. در دوره فعالیت او نیز ارکستر گلشن که در ابتدا راهبران رو همگیم که یوری پولاتوف، عمر زیوی، اسمت الله خالقوف، بهادر نعمتوف و ذمه داشتن، سپهان سعیدوف راهبر شدند. در دوره راهبری هم خیلی نوگونی ها دیگرگونی در رپرتوار ارکستر استرادی گلشن به وقوع پیوست. سپهان چون اکثر از همسالان خودش در اول با ترانه‌های خلقی معروف شد و در آخر سالهای 80 اولی سالهای 90 تا میانه های سالهای 90 روی به استراد آورد و نشان داد که واقعا او در صنعت استراد هم ناتکرار است. البته او که به قول خودش از مکتب هنری تاج‌الدین محی‌الدین آب خورده بود، در آموزش دادن موسیقی شرق و غرب همتا نداشت و این را بار دیگر ثابت کرد. ما دو ترانه بسیار مقبول، یکی ترانه از یاد و خیال به یاد بودی به یاد کرامت الله قربان بخشیده شده است و دیگری ترانه یعنی که به یاد احمدی ظاهر و این دو ترانه با شعر استاد نظام قاسم بنده یعنی آهنگ بستند و سبحان سعید با هم آوازی ارکستر استرادی گلشن یعنی اجرا نمود. لحنی یعنی گوارای سبحان سعید به همین آهنگایی که من ایجاد کردم بسیار
توأم بودن، بسیار نزدیک بودن، بسیار یعنی که مطابق بودن و فکر میکنم که دیگر نفر اگر میخوند شاید ممکن آنقدر پسند نمیافتید. دلی ما صدای احمدی زاهی، صدای احمدی زاهی بسوزد هر دل جاوی برای احمدی زاهی، برای احمدی زاهی. وقتی که شخص توسط نیروی استعداد به استقبال مردم سزاوار می گردد، نام او ورد زبان ها می شود. مردم حتی با به زبان گرفتن نام او در دل و ذهن خود احساس فرح و سرور را تقویت می بخشند. البته این محبوبیت سبحان سید پیش از همه به خیرت، ذکاوت و هنرش وابسته است. زیرا در ایجادات او 3 عنصر اساسی سرود و ترانه، شعر، آهنگ و آواز با هم ارتباط استوار داشتند. سبحان سید هنگام سراییدن سرود خود را فراموش می کرد که چنین شیوه هنرنمایی تنها خاص هنرمند اصیل است. در شریان این نغمه تیراز خون آریایی غلیان می کرد، در ضمیرش آتش افتخار تاجیکانه زبانه می زد. از این رو برای بهبودی روزگارش به هنر تکیه نمود. دلش لبریز عشق و هنر بود. از همین عشق و مهر بود که او را به کوی زیبایی پرستی، به عالم معانی، به سمت راه خودشناسی و خودآگاهی و به انجام کارهای نیک هدایت نمود. او با غرور تاجیکانه بروی صحنه می آمد. وقار بلند داشت. از این رو در عرصه هنر از ننگ نام می جست. سراینده از مهارت داشته خود می بالید. روشن است که خونیاگر اصیل حقی با ایجادیات خود افتخار کردن را داشت، زیرا در زندگی یگانه متکایش هنر بود و محض با روزنه هنر به دل مخلصان راه پیدا نمود. فرقیت سبحان از دیگر هنرمندان در آن بود که سبحان غرور ایجادی داشت. از پشت عنوان و آبروهای خسکی نمی دوید و حتی ببینید که سبحان تا آخر عمرش حتی هنرمند شایسته نبود، چون سبحان از مکتب هنری ظفر ناظم آب خورده بود، از شاگردان تاج‌الدین محی‌الدین حساب می شد، مکتب او را گذشته بود، با مراد بیگ نصرالدین پهلو و پهلو کار میکرد. شاگردانش هم باور دارم بسیارشان مثل خودی او هستند و سبحان در هر یک صحبتی که داشتیم حتما از فرقت سعید یادآور میشد و میگفت که این فرقت خودش را به 6 مقام بخشید، اما من باور دارم که در این جاده هم کامیاب می شود. امروز میبینیم که فرقت واقعا در این جاده هم تا جای کامیاب شده است. فرقت هم تا لحظه آخر با استادش بود، همیشه خبرگری او بود. اون نفری که با آواز و صدا سر و کار داره یک درد نهانی باید در باطنش باشه و این درد رو سبحان داشت و همین درد کشان سبحان رو سوی قله‌های بلند هنر آورد که ببین که امروز در این درد باعث شده که هم پیر و هم میانه سال و هم جوان و هم نورس زود صدای سبحان رو میشناسن و مفتون این صدا میشوند. سبحان سید سیمای خاصش را در عالم موسیقی تاجیک مقرر کرد. او سواد خوبی آهنگ شناسی داشت و به اکثر ترانه ها خود نوا آفریده است. موافق بر روح زمان و عنعنه و قاعده موسیقی اصیل تاجیک سرودهای زیاد از قبیل گلدختران ورزاب، دلم می سوزد، دل می کشد، مرا یاد کن، نگینه، حبیبی من، نماز شام آمده‌ام،
یاری من بیوفایی کرد و رفت، ز دلم می گذرد ای گل شب خواهش دل، بالا منم گل ماهی من خوش آمدی مادر، روحی زنده دل دل بگذرد حصارم، دلبر شغنانی و غیره را که شماره اشان بیش از 150 تا می باشند از خود به یادگار گذاشت. شعرهای انتخاب کردهش باری معنای بلند و زیبایی آفری را می کشند. اگر بر سرودهای سبحان سعید اهمیت دهیم می بینیم که او توانسته است احساس دل گوینده شعر را در آینه موسیقی انعکاس نماید. لیریکا در آواز سبحان سعید بسیار جای و موقعی خاصه دارد و همون لیریکا من همون مهینی همون آوازی گویم که به دل نشسته و آوازخوانی مهینی بسیارتر به شاگردان اونم نگه یعنی که نیز تعلق دارد و همین مکتب رو نیز قبول نموده. وقتی که استاد به صحنه بزرگ میبرآمدند حالی سرود یا آهنگ یا همون اثر سر نشده مخلصان علاقه راحت من از چشمشون معلوم بود از دیدارشون معلوم بود که حالی نسرایده در صحنه میبرن راحتشون میبینن از چشمات در نوازنده رو برو میبینیم راحت میکردن که بازی برای ما چنین هنرمندی نوتکرار خدمت میکند میسراید و چه گویم استاد یک خیل صاحب مکتب بودن که کدام منطقه تاجیکستان میری مخلصان خود را داشتند. چی باعث گشت که سبحان سعید امروز یعنی پاینده ماند همچون آوازخوان؟ در یک صحبتمان یادم است که استاد ظفر ناظم از خواندن مکتب سبحان سعید بسیار بهای بلند دادند. یا که گوییم که مرادبک نصرالدینов که همجا کار میکردند یعنی میگفتند که این کس آینده دارند، این کس مکتب خوبی آوازخوانی دارند. دل سبحان سعید طبعا با نبض موسیقی می تپید. مخلصان و دوستداران صوت و نوا صنعت را در سیمای او دیدند، در هنری او، در شخصیت او منزلت و جایگاهی در زندگی داشته موسیقی را مشخص نمودند. سبحان سعید را تنها به حیث آوازخوان شناختن از روی انصاف نیست. او مبلغ موسیقی صرف تاجیکانه بود. او مرشد عالم سعادت و نور بود. او هاتف خودشناسی و خداگاهی بود. او مژده‌رسان عالم عشق و محبت بود. او احیاگر آهنگ‌های گمشده نیاگان بود. سبحان سعید برنده جایزه سرود سال 2003، بهترین سراینده استرادا سال 2011، موصوف برای خدمت‌های بی‌نظیر در رشد و نمو، انکشاف هنر معاصر تاجیک، مهارت بلند اجراگی و سهم خاص داشتنش در جاده فرهنگ با افتخارنامه‌ها قدرشناسی گردیده است. هنرمندان شناخته فرقت سعیدوف، دلشاد گلوف، بهرام تاشوف، تاج‌الدین رحیموف، ارکین آدینایف، جمشید نظاموف، باباجان شهزاد و باز چندی دیگر خود را پیرو و شاگرد سبحان سعید می دانند. باور داریم که تنها شاگردان من بعد برای باز هم محبوبیت پیدا نمودن مکتب ایجادی ماندگاری او سهم خود را می گذارند. باید یک برنامه درباره پهلوهای زندگی سبحان سعید آماده شود، چون همه چی از طریق اینترنت صورت میگیرد. اون موادهایی که درباره سبحان سعید نشر شده بودند در زمان زندگیش و بعدی وی، اونم باید جمع آوری کرده شود. فرزندانش پیرهی او را دوام دهند. مخصوصا از یکی از جگربندان وی امیرشاه من امید زیاد دارم که خیلی هم به قد و قامت و شکل و صورت به سبحان مانند است، بلکه آوازش هم خیلی مثل آواز سبحان است. من باور دارم که امیرشاه اگر که جدی از پی صنعت شود حتما پیراهای پدرش را دوام داده نامبردار نام پدرش میگردد. ای دوست ای دوست ای دوست بیا کی ما و تو باشیم دوستای بناموس. دوست
دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا که ما و تو باشیم دوستای بناموس. سالهای اخیر بیماری سبحان سعید را اذیت می‌داد، ولی سراینده نسبت به سلامتی خود چندان اعتبار نمی‌داد. راه افتادگی خاصی او نبود. زندگی را با همه شکست و ریخت دوست می‌داشت. پیوسته در تکاپو بود. سرود می‌آفرید و آهنگ ایجاد می‌کرد. با این عمل از درد قصد می‌ستاند، مرگ را محکوم می‌کرد. هر گاهی که به دیدن سبحان سعید می رفتیم می دیدیم که او به غم، به مصیبت، به شکست تن نمی داد. شاید این یکی از خصلت‌های عجیب و تکرار نشونده سبحان سعید بود که مهر مرا نسبت او زیاد میکرد. او هیچ وقت ناامید نبود در یگان صحبت، هرچند میگفت اما لوچ میگفت، تند میگفت، اما حرف دلش را میگفت، ضعیف نالی نمیکرد. همین هنرمندانی که همه‌شون مکتب‌های خاصه دارند و در جمهوری یعنی که مهر خود را در هنر گذاشتن، سبحان سعید از زمره آنها است. گذشتی روزگار هر نفر رو تربیت میکنند و اون جوانی شور و علنگه داره. اون در جوانی همون ترانه‌ای که برای همون همسین و سالهای خود و مثل خود نفرانی که یک هنگامه جوانی با خود دارند، ترانه رو به ذوق آنها میخوانی. اما گذشت روزگار هر نفر رو تربیت میکند و هنرمندان تعداد خیلی کم هنرمندانی هستند که صاحب مکتب میشوند و از خودشون ترانه های باقی میگذارند که واقعا مثل پیکره است، مثل که یک دردانه است در قعر بحر. و سبحان هم در سن و سال به خیرت رسیدن ترانه های عارفانه خود را، ترانه های عرفانی خود را سراییدند که واقعا ما رو به اندیشه بوده. سالهای آخر سبحان سعید بیشتر علم دلی خود می سرایید، خواسته های خودش را می خواند، سرودهای مردمی را زیاد می خواند. ای خدا عمرم به پیری آمد از خارم مکن، رزقی روزیم بده پیشی کسی زارم مکن. نوجوانی رفت آمد دوره قامت خمی، پیری خود افگار باشد باز افگارم مکن. آواز سبحان سعید در آخر عمرش خیلی پخته رسیده بود، آوازش پرا شده بود و نو به نو اکنون نیت داشت سرودها ثبت کند. سبحان یک آرزوی آخرش را با خودش بود. اگر یاد داشته باشد یک زمان یک شاعر عبدالواحد زیور با نام دادا دلتان به من نمی سوزد چی بسیار مشهور بود. سبحان میخواست همین سرود سرود. من نمیدونم اون سرود آهنگ داشت، آهنگ سبحان یا نداشت، این اکنون فرزندانش و شاگردانش شاید بهتر دانند، ولی همین سرود ثبت نشده ماند. هرچند که بعداً در تاثیر همان شاید دلشکستگی ها و راه افتادگی ها با بیماری هم مواجه شد. حتی وقتی که بیماری شدت گرفت و حتی از پای محروم گشت، لیکن باز هم همون روح بلند کننده او همین هنرش بود. و همین سبب شد که مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان که من راهبرش را به ذمه داشتم تصمیم گرفت که درباره سبحان سعید حتما یک برنامه هنری دایر کنم. این برنامه دایر شد. نام برنامه تلاش زندگی بود که طرزی که میدونید این یک گونه وای داشت، با زندگی سبحان سعید پیوندی داشت. این برنامه هم دایر شد و مخلصان خیلی زیاد قریب بود تالا را ترک کنند. بسیاری ها در پشت در هم ماندند. این برنامه واقعا برنامه فراموش نشدنی بود و سبحان سعید را دوباره به زندگی برگرداند. با همین سبحان سعید 4-5 سال دیگر باز هم عزیز دلها شد، باز هم زیبی توی معرکه ها شد. باز توسط همین هنر
او باز سالهای مدیدی یعنی که باز ایجاد کرد، حتی با همون معیوبی بگویم باز روی صحنه آمد که این هر یک هنرمند در این حالت جسارت نمی کرد که باز روی صحنه بیاید با همین حال. دریغی لحظه های جاویدانه، دریغی صحبت های صادقانه، نشستن های ما در ساحل رود، دریغی بوسه های عاشقانه، نشستن های ما در ساحل رود، دریغی بوسه های عاشقانه، دریغی بوسه های عاشقانه. سبحان سعید از خود گنجینه بی‌زوال معنوی را به یادگار گذاشت. ما با شنیدن هر یک سرود و آهنگ آفریده‌اش او را به یاد میاریم. یادی او ما را به دنیای زیبایی و نصرت، فرحمندی و سعادت هدایت می کند. او امروز در بین ما نیست، او را مرگ از ما ربود. مگر این به توانایی مرگ شهادت می دهد؟ نه، آخر سبحان سعید پیش از مرگ خود نام و یادش را با سحری بی‌زوال سرود و آهنگ‌های ناتکرار زنده گردانیده بود. مرگ جسمی او را ربود، ولی یاد او، سرود و ترانه‌های او جاویدانند. به همگان عیان است مرگ برای از بین بردن نام و یاد او نه قدرت داشت و نه توانایی، زیرا هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. مرگ سبحان سعید تولید دیگر باره او شد. سرودهای سبحان سعید را البته با نوتا گرفتن در کار، یک مجموعه کردن در کار. ما آماده هستیم با شاگردانشون، با مخلصانشون که همکاری کنیم و این سرودها باز هم در نوتا یعنی جاویدانی خواهند ماند. باز یک مجموعه دیگر یادداشت‌ها و خاطره‌ها از مکتب آوازخوانی سبحان سعید بگذار که باقی ماند، با عکس‌ها، با مقاله‌ها، با یگان یادداشت‌های بسیار از مخلصان و از دیگر هنرمندان باشد. من بسیار باوری کامل دارم که در همین گفته‌ای پیشنهادی بنده که یکم، دویم، سوم باز دیگر فکرها پیدا می شود، باز دیگر رویه ها یعنی پیشنهاد کرده می شود. آخر نیما در روزی مرگ برادر وی بود و راستی گپ من حس کردم که مرگ برادر که سپان پیوندی زیاد به او داشت، سپان را واقعا شکسته بود. او خیلی ناامید بود، گفت که من با چی میروم، با دیه میروم تا که برادر ما گورم و با این ما دیگر دیدار ندیدیم با سپان. 4 ایول سال 2016 از دنیا گذشت و از سپان امروز تنها صدا ماند و حالتهای زیادی روحی سپان رو دیدیم که حالت بسیار شکسته روحی و البته از مرگ کرامت الله قربانوف آغاز یا دیگر بر مسائل اجتماعی و سلامتی و بسیارتر اون لحظه باید میرد که البته مسئله‌گری اون کس که در سبک هم جورابیک مرادف میخواد، هم ظفر نظیم زیادتر تکیه میکرد به مکتب اصیلی که هم ظفر نظیم، هم حسین نصرالدین و دیگر سرآمدان موسیقی تاجی. و این هم خوب است که جوانان بازخوانی میکنند ترانه سبحان سعید رو، شاگردانش ادامه دهنده مکتب هنری هستند، فرزندانش هستند و طور میگن مرگ نمیرد به مرگ از او نام جوست، یعنی بعد از مرگ هم امروز ما سبحان سعید رو یاد میکنیم. یادش بخیر باشد.